سلام دوستان، آموزش قفل برنامه ها در گوشی شیائومی. اول وارد تنظیمات میشیم، بعد میایم پایین روی گزینه برنامه ها کلیک میکنیم. اینجا چند تا گزینه هست. گزینه قفل برنامه ها گزینه آخریه، همونو روش میزنید، این صفحه براتون باز میشه. بعد هر برنامه‌ای که خواستید رو اینجا قفل میکنید. بعدم که قفل کردید همون رمزی که میخواید براش بذارید رو میذارید. اثر انگشت هم از شما درخواست میکنه میذارید. بعد از اینکه اثر انگشت و رمز رو گذاشتید دوباره برمیگردید. اگه خواستید چهره‌تون رو میذارید، برای چهره فقط برگردید، برای چیز دیگه لازم نیست. اگه که خواستید برنامه‌تون رو قفلشو چند تاشو بردارید، مثلا یکی دو تا میتونید مثلا قفل کنید که دوست ندارید کسی داخل اون بره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.